حادثه ناخوش در مالزیا و این واقعیت تمام مردم را در حیرت گذاشت و میگویند که این کار اصلا وجود ندارد، یعنی که به این واقعه اساسی باور نمیکنند. شما در این باره چی فکر دارید؟ السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران گرامی، با شما هستم من کریموف عمر. شما در شبکه کاروان عمر قرار دارید. دوستان عزیز، در مالزیا یک واقعه صادر شد که این واقعه بسیار مردم را در تعجب گذاشت و آنهایی که در سامانه‌های اجتماعی کار پیش میبرند، یعنی که صحیفه شخصی خود را دارند، فکری خود را در همون اپیزود ویدیو، یعنی که در کامنتاریا نوشتن، گفتن که این غیر امکان است، این واقعیت در اصل صادر شدگی نیست. و شما در این باره چه فکر دارید؟ حتما در کامنتاریا فکری خود را آید این سخنها و آید این موضوع نویسید. خب دوستان، رسمی را که شما در روی اکران میبینید، این دخترک و این چنین رسم دیگری که در دست خود کودک دارد. با دست این دختر نگرید که دختری جوان است، اما بر چهره وقت این دختر نگاه میکنید میگوید که یگان زنکی کلان است. البته انسان ها چنین فکر میکنند، اما متاسفانه این دختر 28 سال دارد. با سبب حامله‌داریش بعد تولد انا همین خیل به همین درجه رسیده است. یعنی که این واقعه در مالزیا پوست این دختر یک حالت عجیب غیر عادی مبدل گردید و او را به نهایت در حالت یک پیری آورده رساند. طبیبان میگویند که این همان در حالت حامله‌داری، نمیدونم با زبانی خود چی میشود، اما چنانکه که طبیبان میگویند گرمان، یعنی که بسبب گرمان به همین خیر درجه افتیده است. با وقتی حالت‌های میشود که انسان در تعجب میافتد، اما این حادثه غیر عادی نیست. البته بر نظر ما چنین میتواند، اما در اصل حادثه صادر شده و این چنین واقعه در اصل صادر شده است. و این دختر جوان مبدل به همین خیلی یک حالت خیلی یک زن مبادل به یک زن پیر تبدیل شد. راستی وقتی خودم رو اولین بار این واقعه رو خودم هم دیدم، در تعجب افتادم، گفتم که نخود به همین درجه رسیده باشد. اما به هر کن خداوند قادر و توانا هست. شاید این با سبب چون که طبیبان معلومات دادن، گفتن که این با سبب حامله‌داری و این چنین با سبب گرمان به همین صورت و همین حالت تبدیل یافته است. خداوند نگهبان شما باشد دوستان، و هر آنچه که هست ما در خبرهای بعدی به شما خبر میدهیم.